خدایا توبه، این همون دختر نیست؟ روزی گذشته با استاد احمد آمده بود. دخترم، تو نزدیکی آمدی؟ نزدی دامولوزیو. با همین دامولوزیوی تو در این خانه دامولوزیو گفتنی کس زندگی نمی کند. در اینجا احمد شمشک زندگی می کند. رب از اینجا. احمد شمشک میگوید. دامولو، شما رو منتظر بودم. اکا حالا هم درباره بیتول گپ نزدی کی است تو؟ هم تو نبره امکی اکرم رو دوست می داشتی؟ خیلی کالتاکیلاس کی است؟ او هم رو دوست می داشت. کالتاکیلاس حالا در کجا است؟ مرده است؟ او هم زهرو رو دوست می داشت مگر؟ زهرو حالا هم رو دوست می دارد. وگرنه چرا با اپا میلیس جنگ کردن؟ سنان جان یک نفس بکش، بسیار خواهش میکنم. حیاتم رادیاترت کمتر خنک شود. مالش گوش کن، من حاضر همش رو با تو میفهمم. این زهرا خانوم. زهرا جان چه خیلی؟ راه میگردم که خوب شوم سمی جان. همش همین. به خواهراتم سلام نگفتم. سنان بودی ها؟ بله. سلام، خوش آمدی به خانه ما. چه حال داری؟ خوب هستم اپا جان. لطفاً براحت بشینید. خواهی سنان به مکتب اینجا عادت کردی؟ ها عادت میکنم. وای دامولو، اگر وقتتون باشد به شما یک گپ رو بگویم. در داخل خانه اگر شما راضی باشید. مایلش مرحبا. این استاد را ببین. میشگان گفتنی دختر را هیچگاه دعوت نکرده بود. دختر را روی راست به خانه در آورد. این را برای چی دعوت کرده باشد؟ بر شما نمیزیبد استاد. توبه توبه، وقتهای آخر تماما دیگر خیل شده ای. یک دقیقه، این دامولوزیو رو پرسید. شما شینید، من چای میمونم اگر خواهید. مایلش، تشکری زیاد. خدایا توبه، این خاله با من احمد شمشک گفته. از یزنه اونال گریخته به همین کار دست زده است. زهرا هم در نزد در احمد شمشک را دیده است. اکنون فهمیدم. اگر این را به تو گفتنی باشم خیلی انتظار میشوی زهرا. دامولوزیو با عینک. اینجا بیا فرا. گوش کن. راگرد اون نومت رو شدی فهمیدی؟ راگرد با تیتر کفزن شده یا؟ راگرد قدرت لعنت. کی هستین؟ اکا این یکی از آدمای ضروری سخرات است. در اطاعت شماست. ای ابله، برای من خودی سخرات لازم است، آدمش نه. اکا این لعنتی مرا به نزد سقراط میبرند. ای بینمک، دفعه گذشته قریب پوستت رو میکندم. فراموش کردی؟ مایلش حوزینی رو دیده میبرایم. کنی تو کن. ایمروی شفاشش معلوم است که آدم سقراط است. اگر هم گفت من دروغ باشه زبان ما بکن در نزد سگ و پردو. اکا باور کنید. گیرید. تشکری زیاد. دامولو، امروز زهرا نزد شما اومده است. این راست است یا اینکه در خانه نبودید؟ نه، چرا در خانه بودم، اما در رو شدن نخواستم، دلم نخواست. در حتی نکشوده است. رویش را دیدن نمیخواسته است یا اینکه زهرا را دوست نمیدارد.
دومولو شما زهرا رو دیدن نمیخواهید؟ من این موضوع زهرا رو گپ زدن نمیخوام. امروز هم آمد در پشت در دامولازیا گفته داد زد. چرا؟ نمیفهمم. انیق زهرا رو دوست نمیدارد. پیسته بر این دختر است. زهرا میگوید. دختر کمتر درباره خودت گپ زن اخیر. چون که هیچ کس را دوست نداشت. تو از من اینقدر نفرت داری ها؟ مگر این گناهی من است؟ از همین سبب تو مرا بد میبینی. اما برای چی تو را دوست دارد؟ برای چی تو را دوست دارد؟ برای چی تو را بزنی میگیرد؟ تو باره از خودت پرسیدی مگر؟ تو یک بیچاره هستی. ای عجب و این چیگه باشد؟ این فرصت است دومولو رو از خود کنم و انتقامم رو از زهرا گیرم. خودش چی گپ است؟ این دختر نگاههایش را عوض کرد. تمام دومولو، عذر میپرسم. از این پس درباره زهرا اصلا گپ نمیزنم. راستی به شما مینداری بیان نکردم. حیاتم رو 2 مرتبه نجات دادید. این خیلی میشود. اجگامی دومولو، اگر یگان مانع نباشد ممکن است که با هم دیگر از نزدیکتر شناس شویم. یا خدایا این دختر به من عاشق است. خدایا من چی کار کرده ایستادم؟ همش از پشت زهرا. نه آشنا نه. این دختر به تو نگاه هم نمی کند. اگر به تو نگاه کند تنها میجگان نگاه می کند. ای چی کار کرده ایستادم من؟ نه این کاری نمیشدنی است. دومولوزی و انیق زهرا رو دوست می‌دارد. گشته به من نگاه هم نمی کند. هم این کاری خطا است. دومولو، من تنها برای خبرگیری آمدم. برای چای تشکر. چی کار کردم من؟ یا اینکه این دختر رو ترساندم؟ یک کاری ضرور دارم. خودی حاضر به یادم آمد. باز یگان روزی دیگر صحبت میکنیم میلش. اما نو آمدید حالا چایتون رو هم ننوشیدید. کمتر چی ندوخید؟ نه دومولو، تشکر. یگان روزی دیگر من میروم. مرحمت. من هم میبرایم. شما رو گسل میکنم. مرحمت. پدر دادر گپ زد سخرو در کجا؟ راستیست به شرف. نمیگو. به شرف. بگی اکرم. بسم الله. به شرف گبزن. در کجا سکران؟ ها؟ با خدا نمیدونم که رقم تلفنش رو با این حدود داد. کنی با آن رقم زنگ زن. کلت رو میگیرم. شوتا میبرم فهمیدی؟ مرحمت اکا. الو سقراط آدم در دست من است. زینه به زینه به تو نزدیک می شوم. تو را در جایت می کشم. در دستت که باشد الکی آدمی نیست کن. دفعه گذشته جانت رو با یک عذاب نجات دادی. پایهایت رو چنین کورپا درست کن. هی! مرده ای تو را پیش سگان بپرتایم. مردت را! این آدم چرا تا حال زنده است؟ در آخر از دستمان گریخ سردار. در کوتاه‌ترین مهلت او را میکشیم. این چه خیل می شود؟ اینقدر زود خیستید شما؟ باز با میخوریم دومولو. شب‌های خوش. شبی خوش. خوابای خوش. ای ماشین جان، به همین هم امروز روزی بد رو گذراندم. باز تو نگویی که من کار نمی کنم. نگو میلش.
انیق با قلت کلاس و میخورد وگرنه در این جای بی آدم چی کار میکرده باشد؟ سلام علیکم. علیکم سلام. بیا شفقت. موندای کار برادرو؟ رحمت خدا از تو راضی باشد. ها کات اینجا؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ اکا جون به خدا به شما احتیاج دارم. برای همین اومدم. این قدر پول در کار دستگیریم نمیکنی اکا؟ یک دقیقه بس اینجا قمار بازی میکنی ها؟ امشب برادرم رو در خواب دیدم. گفت که شوکت همه کارهایت رو مونو از پای کارهای خیر بشم. پیش یکی کنعان بره دستگیری میکنه گفت. اله کنی بگو؟ چی کار میکنی؟ چای آب میکنم. در شوه مرا فیلیپ کرده گویا چای آب میکوی. چای کنده مگر آب رویه؟ تورات خونه میسازیم. دامولو همه خیلی گو. ثواب میگیریم مخی. نه این خیلی گوی. خب ماشاءالله شوکت راهی راست رو پیدا کرده. فردا جای کارم بیا. باید کاری آدمی سقراطی پدر لعنت رو تمام کنم. و این برزگو کیه که مودگوش کردین کو؟ This is Mr. Socrates face. وای سقراط کو این یکی از آدم‌های انا همان است. روی امیر نگاه کنم دی سقراط میگوی بچه‌ش ها؟ یا لحظه بیستیم. آدمی کیه گفتی؟ آدمی سقراط است؟ همون سقراطی که برادری ما رو به قتل رساندمون؟ قاتلی برادری من یعنی ها؟ جایش رو جنت کنم. با من ده سیلو را من قدم نرد رو عجل سویسیم با من گفتن لعنتی سقراط با من گفتن سقراط کجا؟ چه کار بکنی ابلا؟ تو گفتم سقراط در کجا لعنتی پسکرت میپرونم چی گفتم سقراط در ای حیوان هیچ تا این کارو نکن. پسرم صدای تیربر اومد؟ عجبا در آسمان سلوت خطیب بزنم سلین من شما را دوست میدارم چی خیلی نشته باشم بیاق در آنجا تیرپرانی شد نگویم سردارم اگر تیرپرانی باشم من نمیرم بخاطر که در سرم نوت نقشه های توی کشته ایستادم فرا دیوانم فرا از ماشین شوکت برادرم نبه تو سلاحی مرا کجا کردی؟ دمجا بود کجای ده غلطی چی؟ ای خدا زده خدا جزایت را دهد پدر لعنت تو خودت را کی میگیری؟ تو زور هستی مگر؟ خودت را رم با فکر میکنی احمق گوی بیشا ترس گرفتن سلاح را نمیدانی برای قبری پدرت میگیری خدا جزایت را دهد گم شود از اینجا از دست شما لعنت یا یگم کار هم نمی آید گم شود این زمین جمشید چی بلا؟ اینجا چه گپ است؟ سردارم بخدا از پیش تیمی ملیسه که اخیر بیزن میمانم با سلن 100 نفر خوزگاری رفته است یکی با دیگر کس راضی نشوم ای بیاق تو چی گفتی سولی؟ کجا شد این به شرف؟ شین با ماشین با ماشین شین من برای چی شما رو میخورنم کنی در شود از اینجا شما رو من باید بکشم زود باشید اینجا رو تازه کنید حیوان ها بر پدرتان لعنت بیا از دست ندهید وی را همه تو را دوست داشتن ها؟ دامولازیا اکنون تو را اصلا دوست نمی دارد نبیره بابا دامولو را از خود کنم بعد حالت را می بینم ماشین جان نفس که همراه میروی یگان موسیقی خوب نیست مگر مگنیتفون میخونم این فیته هایش در کجا باشن کنی بخوام
من صنعت موسیقی تاجیکی را دوست می‌دارم. خدایا توبه، در حیاتم گوش نکردم این موسیقی. و خدا که بار اول است که گوش میکنم. حاضر با این موسیقی خوابم میبرم. ایستو 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 گاز رو زیر کن. مایلش چی نگاه میکنی؟ گاز رو زیر کن. مایلشه. اکای کانون وای به پدر در یک ماشین سور نشسته رفت و خیر من رفت. نگاه با کجا میره من؟ زود بیرون زودتر. گاز رو تا آخر زیر کن. زودتر بیرون میگویم. اکا جان یعنی سرعت حرکت ماشین با گاز همین قدر است؟ اگر سراسیمه رفتنی باشی از راه یکان ماشین دیگر را داشته رفت. چی گفتش تو دای احمق؟ حاضر میپرانم تو رو. مرا دیوانه نکن. تمام. موسیقیت رو خاموش کن. برازان این مازن تفانت. زود بیرون میگویم با تو زود باش. یک ماشین نال 11 شوروی را داشتن نمیتوانه. مورد اکا ماشینش کهنه است اما راننده‌اش مانند فرمول 1 است. قسم میخورم راننده‌اش ماشین را مثل راکت میراند. شما خیر پیاده همه را میگذاشت باور میکنه که کانون به خدا همه شاگردی دروغ راست میگویند. چی دروغ گویم؟ برادرم کلتکلس رو به یاد آوردم. میدانی او هم مانند همین میران بسیار استیلی خوب داشت اما ماشین های نوی فسان رو میدزدید. پیاده میگشته حتی در این خیل ماشین ها نمینشست. آه برادرم گوش کن چی رو به یاد آوردم. روزی توی من یک ماشین رو دزدیده اومد. چی؟ ماشین رو از یک جا کرایه گرفته آمد. اوه اکا میدیدی چه خیل ماشین بود و درونش کلانی خوشرو سیدنیوش هم میدیدی اکا کاژنی بوده. آه برادرم خدا در بهشت همه خیل ماشین نصیب بده. خدا از او راضی باشد مکانش جنت شود. آمین جایش جنت باشد. این دیوانا با کجا میره من؟ یا این که جای کلتکلس رو میدونسته باشند؟ نه خیلی نمیشود. مردم در این وقتی شب در آغوش زناشون خوانه من باشم قطینه پدنغت از قفل ارواها گشته ایستوده. چی گفت شد ماشین رو بیرون؟ ماشین ایستا چه خیل بیرونم اکا؟ برای رفتنش تیلا دادن لازم. خیلی تیلا دادن. موش و گربه بازی داری؟ چه خیل موش و گربه بازی؟ به دیوانه مانندم من. اگر نخواهی که تو رو دستگیر کنم به بیرون برآمدم ماشین رو باید تیلا بدهیم. در ماشینت زود فراز ماشین تیلا میدهیم. مایلش بیا زود باش. بیا تیلا کن. تیلا کن. بیا تیلا ماشین رفته ایستاده است. زود بیا زود بیا. تو را هم ماشینت را هم با ماشین اومدگی منبینگر ماشینش مانندی عربه است. صاحبش دیوانه. این ماشینت از طرف مانند. برادرها بس کنید آوارا گردیتان را با مسجد بیایید. من شما را در مسجد انتظار شما با نماز بیایید. بله بگو رسید است نماز نمیخوانم. ایستا میگویم. ایستا چه ماشین هستن. گورس با این ماشین رو نگاه کنه مرا تقییم دارد. کش از من نیا. مگر آنه نداری. با کجا میره بیا خدایا توبه تنها. رو اصلش کش میگویم. صاحبین در کجاست؟ رو اصلش میگویم. نگاه کنه. حاضر میشکنم. حاضر تیر عزت رو میشکنم. دفت خدایا توبه. من با تو میگویم ایستاده باشد و سر شما بزنم که یا خدایا نایستادی. رو به قول پدرت. آدم را زیر کرد. کی باشد؟ وای امامی مسجد بوده است. رفته امامی مسجد رو زدی. خوب هستید؟ شما خوب هستید؟ خوب هستید. خیزید التماس شما خوب هستید؟ زودتر.
بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چی؟ من مردم، زنده هستم. من زنده هستم. نزدی من چی کار میکنی؟ با تو میگویم های حیاتی مرا تو تیره کردی، رفت از نظرم. خزید دفع شو میگویم از نظرم، گم شو از نظرم. من با تو میگویم دفع شو. متهم ناخلف، دفع شو میگویم، دفع شو. شما خوبید؟ ایستادو خیر. یاری ده یاری بابا. خدایا توبه، این آدم رو چی تب زده باشد که سرش ویران شد؟ چه ها گفته ایستادم؟ پلیس از پشتم، از اینجا باید روم. خدا تو را زنم. یاری ده دیوانه ساندی شده. مگر این داملا نیست؟ یاری ده یگان مسلمان هست. ای دفع. با خدا خودی خودش. اکا از برای خدا این مرد دیوانه شده است. بیا او رو با دیوانه خانه بریم اکا. داملا سیاه زامبی شده. ای نمکی احمق، حاضر وقتی این داملای دیوانه نیست. اول آدمی سقراط رو خپیدن لازم. سردارم شما حاضر آدمی سقراط گفتید، ما او را گم کردن ممکن، چون که در بند یگان ژوبلی 011 سوخ نیست. باور کنید سردار. ای احمق های لعنت، این کاری شماست. خدا همه تون را زند. داملا سیاه زامبی شده است. وی از پشت من کی زامبی شده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اکا کانون جان التماس او را با خود گیریم، بین چی ها میگوید. داملای دیوانه زنده شده، زنده. بیا این دیوانه را گرفته به بیمارخانه بریم، ثوابش به ما میرسد. مسلمان ها وی زامبی شده، زامبی. بیا بسم الله بیا الرحمن اینجا الرحیم. کشید مردم با من یاری رسانید. با من یاری رسانید مردم. اینها چی کار میکنن؟ بیامونه برای همین ما آنها را تعقیب کردیم. کنعان دیوانه دامولای دیوانه رو میگیرن. سردارم شما باشید اونها رو تعقیب میکنید. من باید خانم سلین رو تکلیف خانه دارشوی بکنم. من در اینجا چی کار میکنم؟ خدایا توبه، چی گپ است اینجا؟ این چی گونه کار است؟ ای ماشین از تو خلاصی ندارم؟ احمد جون پسرم، بفرمایید. ماشینی تو را همکارانی پسرم پیدا کرده. پسری من صاحبش را میدونم گفته گرفته و اینجا آورده است. کلیدت را گیر، به من مندرم. همین خیر. این کارخانه پسر شما یگان کاری دیگر ندارد از پشت ماشین من میشود. با پسرتون سلام گویید. حتما سلامی مرا با او رسانید. تشکر زیاد. نه سلامت باش، سلامت باش روزهای خوب. این چه خیلی پسر است برادر. هر باره که عربه را گم میکنم او مییابد. عربه؟ تو چه خیلی عربه هستی؟ دیوانه هستی؟ بیعقل هستی؟ چی هستی تو؟ چی کار کنیم؟ با تو چی کار کنیم؟ با خواست خود میروی، با خواست خود میروی. مگر صاحبی خر هستم من؟ خدایا توبه کردم. زود با کار دارم که نباشد. مادر گوشوارم رو گم کردم. دویمش را ندیدی؟ من از کجا میدونم گوشواری تو در کجا است؟ کی میدوند که در کجا گم کرده ای ملیس؟ یا خدایا گوشواری دوست داشتم بود. با اجازتتون به شما اشتیاقم. با مکتب دیر نمونیم، سینن رو در قید مانم. چیزی خوب است. تشکر. خیر نباشد. تشکر به شما اشتیاقم. تشکر. خدایا نهایت این کار هم چه شد. صبحانه با مزه. زورا خوب هستی؟ خوبم. کارد رو بگه. تشکر. به همه شما اشتیاقم. صبح بخیر. تشکر. صبح بخیر زورو. چی؟ دخترم گذرشین صبحانه بخور. نمیشینم بابا جان، من صبحانم رو بدتر میخورم. زهرا؟ این چی گپ است؟ نمیشینم بابا جان، من بدتر میخورم صبحانه را. دخترم شین سری میز، هممون یک جای صبحانه کنیم. من با دروغگو سری یک میز نمیشینم بابا. اصلا من با او در یک میز نمیشینم بابا. ملیس بیعقلی نکن. چیکار کرده ایستادی؟ شین در جایت. تو هم شین در جایت. من نمیشینم بابا. من هم نمیشینم بابا. ملیس ای ملیس با کجا؟ اینها مانند کودک رفتار میکنند. ملیس دخترم. زهرا ای خدا.
چی شد به اینها؟ از کجا میدونم پدر جون؟ خدایا توبه همه ما رو میخندم. یا خدایا با من صبر بده. شرمنده شدیم دادرم. حجت خونه رو توزه کرده آمدیم. استاد احمد ما بروی نداشتم من رو ریزوندی. چی نگاه داره همتون؟ بس ایرام این دفعه حلیق از من جدا می شود. خصوص هم رو باید گیریم دادر. من حجره خودم رو تمیز نکردم. حجت خونه رو تمیز کردم از پشتی باید. تو از کدوم قصص گپ میزنی؟ چه خیل قصص؟ نقشه رو عملی میکنیم. کدوم نقشه؟ یک دقیقه جدی میگویی؟ به عقلی نکن. به همون استاد احمد بابای دنیا رفته آمد. با او رحم کن آخیر. او با ما رحم کرد؟ ها؟ تو کردور نشو. من نقشه رو کشیدم. غیر از نجیب به تمام بچه سیم نقشه رو من گفتم. چی حاضر میکنه؟ چیکار کرده ایستادن آنها؟ اوف من نفهمیدم. جونید جونید او چی هست؟ هیچ. برای استاد یک توفه خوردکه گرفتیم. خیلی نه بچه ها؟ بله یعنی جونید و دوستانش به استاد توفه گرفتن. باور نمیکنم. ملیکا جان من باید تو رو بگویم که تو به دیگران باور نمیکنی. چی شده است؟ چیکار کردن؟ به استادمون هدیه گرفتن. تو کدو هستی گفتن نمیپرسم چون که تو کدو هستی. انیق به استادمون دام میسازن. در این سین سال دام میسازیم مگر ایران بفهمونش؟ نکن خب سلام بچه ها. کنی به جای هایتان گذارید. سلام سلام شینید این چیست؟ هیچ استاد. ما همراه بچه ها گفتیم یک هدیه خوردکه گیریم و شما رو خرسان کنیم. هدیه؟ ها؟ استاد با فکرم باید نکشوید. از درونش بمب میبراید. التماس نکشوید. ملیکه خب که؟ دخترم آخر دوستانت به من هدیه گرفتن. عیب می شود نکشاییم. البته. بین حالا استاس با بالای میز میپرد. بله هم قسم اون رو میگیریم هم درس میگذاریم. بله این چیست؟ استاد شما اصلا سیوای باید با بالای میز یا کرسی میپریدید؟ پسرم من از کجای این ترسم؟ خدایا تو درون قوطی خالی است. چی گفته استادای؟ من با قوطیش گرفتم اومدم. وقتی خریدن درونش رو دیدی؟ برای چی نگاه کنم و چیز باید رو؟ به عقل. استاد در اونجا چی هست؟ هیچ چیزی نیست. ای موش از موش. استاد شما از موش بسیار میترسید. نکنید این کارو استاد شما باید در این حالات سیمخانه رو ترک کرده میرفته. پسرم تو مگر دیوانه هستی؟ من چرا از حیوانی خود ترسم؟ چرا میترسی؟ حیوانی بی‌ضرر است. استاد این کجایش بی‌ضرر است؟ این از موش کمتر کلانتر است. من از موش میترسم. استاد گیره دارو گیره. بچه ما بالا میزه چیکار میکنیم؟ استاد باید بالا میز میپری. یک گل موش خونگی نآوردی؟ موشی زیبا آورده کو؟ نه خب که موش زیبا شوا. پسرم موش رو بیار با قوطی اشمانی. باید درس گذاریم. بیار. استاد نه اصلا با خدا استاد با نام خدا من میترسم. نام خدا رو گرفتم استاد. من از اون حذر دارم. صبحان اینجا بیا. این را گیر در جایش. تو دیده صبحان نمیترسد از موش. دوستوشای تو با فکرم در کرده است. ای دختر تو اول خودت رو بین. ترسانچه طرف من نبیام. جنای اینجا بیا. رویم رو نرست. این را گیر. از کجایی که آوردی برگردان پسرم. بسیار ترسیدم. تلخ کف شدم. من از موش میترسم. کی آوردی موش رو؟ تو اینقدر ترسانچک بوده من نفهمیدم. با خدا چرا اینقدر ترسیدی؟ چرا استاد نترسید؟ تو این رو پرس. راستی آبرویم نال شد دوستم. ایرم هم بعد از این کار
аниқ аз ман ҷудо мешавад. ҳеҷ чиз напурс, ҳеҷ чиз напурс. ягон духтар бо ман гап намезанад. тамоми мактаб хабар дорад. гӯё ки пеш аз ин духтарҳо бо ту гап мезаданд, ҳа дӯстам? ба худо намедонам назди духтаро чӣ хел равам. мисли ҳамин субҳон ҷасур нашудем. вайро дидӣ чӣ кор кард? вайро мо ҷасорат нишон додем ку. як чӣ пурсам аз вай духтар чӣ хабар? кадомаш? вай арӯсат буд ку аз синфи дайбе. бо ӯ ҷудо шудам. ту чӣ хел одам ҳасти ҳоло 24 соат нагузаштааст ку? мошинро бин. ман зуд ғамгин мешавам. ё худоё бачаҳои дигар арӯс намеёбанд. ин бошад мисли ҷуроб арӯсҳоро алиш мекунад. ин аз мактаби мо нест, ман медонам. Serseri bir kuş, bazen istesen de tutamazsın, aç kanatlarını, bırak korkuları. İnkiaz? Oh my god, very beautiful and very sugar. Bu masalda mutlu son var, sen de benim yarınım var inan. яҷина ки бошад? ортиқ чашмонат кур шавад. киро ин қадар нигоҳ дориян? мошинро нигоҳ дорам ишқам. додарам ин талабаи нав аст. тамоми дуоҳоро аз ёд мекунам. иншоаллоҳ дуои зиёд мекунам то ки ба синфи мо оям. дуои қурбоқа борон намеборад. ман дуои бисёр медонам. иншоаллоҳ ба синфи эй духтаро, ин чӣ гап аст? ягон кас бинад гӯё ки ин мис душанбе бошад. ҳаво баландиашро бинад. боз юбка пӯшидааст. пойҳояш гугурчӯ барид. ту бин хотири ҳамин духтар ман ҳатто ба ҳаҷ меравам. раве ба ҳаҷ мерафтааст. як духтарро дидааст воимаашро бин. ишқам чӣ кор мекунӣ? чашмонатро мекобам. ман ба ту хиёнат намекунам ишқам. писта будай. зурайники. эй боварам намеояд. ту чӣ кор кардӣ? аз мӯям дастатро бигир. хоҳаратонро ба синфи хуб мегузаронем. синфи 12 б. 12 б, а? чӣ хел синф аст ин 12 б гуфтагият? ба рости синфи 12 б яке аз синфҳои беҳтарини мактаб аст. шогирдони беҳтарини мактобро ҷамъ карда дар он синф ҷамъ овардем. дар одобу рафтори онҳо ман гап надорам. устод аҳмад роҳбари синфи онҳо мебошад. дар он синф то ҳол касе баҳои 4 нагирифтааст. ҳама баҳои 5 мегирад. хулас ҳамин ки хоҳаратонро дар беҳтарин синфи мактаб ҷо мекунем. беҳтарин устод, яъне инро фаҳмидам, хурсанд шудам. ҳозир вақти дарс аст. хоҳаратон либоси мактабӣ пӯшад, баъдан ба синф меравем. барои хуб пазируфтанатон бисёр ташаккур мекунам. намеарзад, вазифаамон аст. набошад, ман равам. туро баъд аз дарс мегирам. тамом акаҷон. устод, боз як бори дигар ташаккур. хай зинда бошӣ. хайр набошад. хайр ҷонам. кӯбушӣ? خب بچه ها، موضوع درس امروزمون درباره مشکلات‌های حیات و فرصت‌های خوبی داده حیات و محیط امروزه است. خوب شد که استاد گفت این صبح دختره که دیدیم برای چی نآمد یا اینکه با گروه ما او رو نمیورند. برادر وای دختر زیبا است، حتما با صنف ما میورند او رو. یعنی همه دخترهای زیبا در همین صنف ما هستند. و بسیار دختر زیبا بود، هوشم رو برد. بیایید. استاد با درستون خلال نرسوندم. استغفرالله. بیایید استاد. بیا ایزا نکش. با خدای با صنف ما اومد. تمام دعاها رو از یاد میکنم. خدا جانم تشکر زیاد با تو. خدایا هزاران با شکر برادر گفتن که او رو با صنف ما میورند. ای باورم نمیآید. چیکار کردی دختر؟ رشکت اومد. من رش میکنم آخی. بچه ها آرام. این دختر امروز به مکتب اومد. گفتم که در صنف شما درس خوانم.
بله اما با بچه ها باید این موضوع رو مصلحت کنیم. شاگردان دوست نوتان را قبول کنیم؟ قبول میکنیم استاد. دموکراتیا. استاد باید با شاگردان هم مصلحت کنیم. همین خیلی؟ قبول میکنیم استاد. گپ نیست استاد. و شما درس های خوش. رحمت. نامت چی هست دخترم؟ سنن. خب سنن جان حاضر برای تو جای میاریم کنی؟ اینا در جای ماشین هم کمی آرام شوید. خاموش ایستده. باز با این دختر چشم اون نکنی که قبل گذر دخترم با اون طرف گذر. نزدی با اما استاد صبحان جای ده. جای داده بود باشد. ای دختر میتوانی سپون را فراموش کنی؟ در همین جا می نویسم. نگاه کن من این دختر را میگیرم. در خوابه. خب اول با تو یک شناس شویم. خب من از ازمیر از طرف کالج مچید شکیپ اومدم. نامم سنن استورک. خوش آمدی. اما یک از جایت خیز کنی؟ من از ازمیر از طرف کالج مچید شکیپ اومدم. نامم سنن استورک. مرحمت چینید خانم سنن. سنن کاری بزیب کردی. خب بچه ها با کجا رسیدین؟ استاد خوبی گفته استاد عبده. محترم جماعت، شبی گذشته به یک حالت ناگوار شاهد شدم. زیا گفتنی داملای ساختکار دیوانه زامبیش را دیدم. او از پیش برآمد. در اول از پیش دیگرها هم برآمده بود. به نزدم نزدیک می آمد. دستم را قپید. گلویم را گرفت. معلوم است که همراه خودش من را هم به دنیای دیگر کشیده بردن خواست. دیوانه شده است. بینمان زد و خوردی سخت شد. من مبارزه بردم. دست به گریمان شدم. در این مبارزه من غالب شدم. دانسته باشید که تأثیر دعاهای مبارکی من بود که او را از سرم دور کردم. دیگر از پیشم نمی براید. جسارتی نزدم آمدن را هم ندارد. اما رود و از پیش شما این دیوانه زده براید، ارواحش یا خودش فرق ندارد. اصلا از وی نترسید. یا سوره ناس یا سوره فلق را خوانید، در حال می رود. به خاطر آنکه وی دیوانه از اینجا دور شود یک جای دعا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به خدا اکنون من هم شبهه پیدا کردم. کی میداند برای نماز طهارت میکرده باشد؟ این رو از کی پرسه مکه خلیل؟ روزهای آخر خیلی سال شده بود. با خانه سوخته چی بلایی زد؟ محترم برادران مؤمنم، بین هم گپ نزنید. سوال داشته باشید از من پرسید. من به شما حتما جواب میدهم. گوش کنید محترم جماعت. اگر کی این زامبی از پیشتان براید چی کار میکنیم؟ در رو دعاهایمان را میخونیم و او میرود. اگر کی نرود این نشان میدهد که نفسمان آنقدر با قوت نیست. از یاد نبرارید، زود مرا فریاد کنید. من میدانم وی زامبی را به مزارش چطور روان کنم. هیچ خیلی زامبی استادم زنده است. این آدم دیوانه است. چی است؟ هجری جان از برای خدا سر نکن. این دیوانه رو که از دست دادیم، باز نوبتی تو نشود میترسم. اما زنده است. رفتیم بینی. خاموش شوید. هجری بس کن. دعا را دوام میدهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیبی ویرا با طرفی چپ و راست نگاه میکنه دیوانه. برای چی به مکتب ما اومد نمیفهمم. بس این فیلم باز به خدا دختر نگو که نگفتم. از این احتیاط کن. دوگانه او رو زنده نمیگذارم اگر به طرفی صبح نگاه کند.
салом. Ман Ҷуноyd. хуш омадӣ. хуб, аз шиносоӣ шод шудам. бародар, ҳатто барои хунукат нигоҳ накард. ин хел духтарҳоро ман дӯст медорам. илова бар ин, агар ба ман назар мекард, ишқи ман дар ҳамин ҷо мемонд. ишқи ман мегӯӣ? фаҳмидагият. کجا بودی؟ چند ساعت شد انتظارم. خواهر جان از کار برآمدم و زود آمدم. به همین همان رو به مکتب بی‌معنی آوردی. طلبه های دیوانه، معلم های عجیب. بی‌معنی میگویی؟ خواهرم یکی از مکتب های بهترین آن همین است. ها همین خیلی است. خدایا توبه، یا خدایا. ای جوره جان، روشن شد. ای روشن شو، این خیلی نکن. ای برادر میسی همین خیلی ما دیر کردیم آخه. تو چی گفته ایستاده؟ نمیبینی ویران شده؟ خدایا نرخی گاز که قیمت شد تلخه ماشین هم همین خیلی کافی دیدی. ای آشنا با کار درو نباشد احوالت را بد میکنم. نگوی که نگفتم. برای چی ایستاده؟ برای چی رویت رو ترش میکنی سنان؟ مکتب رو مقبول نکردی. تو رو با مکتب دیگر میگذرونم. این مکتب مقبول نیست کو؟ این خیلی نمیشود. با این احوال شناس نمیکنم. شناس نمیکنم گفتی؟ خواهر جان تو رو با بیتول شناس میکنم. عاقبت تو مرا با دوست داشتن شناس میکنی؟ بله، انا با همین چهره پرخنده زیبا هستی. کنی بینم اکای خوشروی من یک سال از پشت کدام دختر دویده است. اینک میبینی کی هست. او اومد. بیتول گفته این دختر همین است؟ بیتول چی خلاصه؟ خوبم سمی، تو چی خیلی؟ خوبم، برای تو سورپریز دارم. خواهرم ببین. خواهرت؟ بله، سنن بیتول سنن. سلام سنن جان، بسیار شاد شدم. من هم. ماشاءالله بسیار شیرین است. خواهری خوش رو داشته ای. تشکر مینت دارم. خواهرم از این پس همراه من میایستد. از ازمیر آمد. امروز مکتبش رو درست کردیم. همه خیلی؟ خیلی خوب. یعنی حاضر اکا و خواهر همه وقت یک جای هستید. خوب است. من در داخلی بیمارخانه بیمار دارم. بسیار نشسته صحبت کردن میخواستم، اما حاضر باید به داخل درویم. ممکن است؟ تمام یکم پرابلم نیست. تمام. سنن جان با تو بدتر نشسته صحبت میکنیم. از نزدیک شناس میشوی. مایلش میشود. خیلی نیست سنن جان؟ بله میشود. مایلش بسیار شاد شدم. خیلی مایلش. اکا بیتول گفته این دختر همین است؟ به همین دختر عاشق شدی مگر؟ بله خواهر جانم. یعنی یک سال از پشت همین دختر دویدی؟ بله، از پس همین دختر دویدم و او رو بسیار دوست می‌دارم. اکای خوشروی من یک سال است که از پشت همین دختر می‌دویده است. باورم نمی‌آید اکا. تمام این حیاتی تو است. تو خودت می‌دانی، اما تو به زیباترین نش لایق هستی. سنن جان، عاشقم دوست می‌دارم میگم. رفتیم با ماشین شو. یا خدایا، حیات رو همین خیلی نشسته که اینا تماشا میکنیم.
نه برادر، دلم تنگ میشه. ملت در بیرون به سیاحت میروند، ما باشیم در خانه نشسته کینا و اخبار تماشا کنیم. و بیرون برایم به کجا میروی بی عقل؟ این چی گپ است؟ نمیفهمم. گوشوار؟ این از کی است؟ با خانه دختر دعوت کردید؟ سفسطه گپ نزن، چخیل دختر؟ از میلیس است. بله، گوشوار میلیس است. برگردانده دهم؟ تلفنش رو گرفتی؟ در دفترت هست؟ هرچی بادا باد. خانهش رو هم میدانی؟ بله، ممکن است همه رو یک زیارت میکنم، برمیگردانم، هم میبینی چشمت آب میگیرد. با خوراخوری میرویم، میشود با یگانجا میرویم، میشود. نگاه کن، میشود. اگر یگان مانع نباشد ممکن است که با هم دیگر از نزدیکتر شناس شویم. چی کار کردم من؟ شرمنده شدم در نزد دامولوزیو. این چه حرکت های بی عقلانه بود. همش از پشت زهرو شد. از این پس وی آدم با من گپ نمیزند. چی مصیبتی بود که به سرم آوردم. آه زهرو، آه. عیب رو ندان، باز خودکشی میکنم گفته همه رو به خودش جلب کرده است. خدای توبه. چی شده است به این استاد؟ در این وقت شب به هیچ کجا نمی رفت، از خونهش نمی برآمد. یک مرد خونه بود. ای خیلی تغییر یافته است، خیلی. یا خدایا، مانند دشمن نگاه میکند. با او در این خانه زندگی کردن دشوار است. با دیدنش سخنهای بدی او به یادم می آید. چونکه هیچ کس را دوست نداشت، تمام مردها. مگر این گناهی من است؟ از همین سبب تو مرا بد میبینی. اما برای چی تو را دوست دارد؟ برای چی تو را دوست دارد؟ برای چی تو را به زنی میگیرد؟ تو باره از خودت پرسیدی مگر؟ تو یک بیچاره هستی. مردها مرا دوست نمی دارنده. میبینیم که بیچاره است. رحمت سردارم، نمی ارزد. پسرم، من این کلتکیلت را قلبم، من این کلتکیلت را، می آمدگی هایش را، گذشتگی هایش را، حتی خودش را، حیاتم را برباد داد. حیاتم را تیر ساخت لعنتی. حاله در کجا است؟
در کجا هستن؟ رفت تک و تنها ماندم با سر قاقم. سردارم میگه که ما در خونه سری ترقتی گشتیستم، سری مورنگ سری تقاقای تا با سلین یک جای نشم سری قاقی ما تر نمیشم. تکلیف کنو خیر کی تو را قپی در پسرم یک سال شد با دختر یک جایی. سردارم اگر از پس شما نمیگشتم قطع سلین بر وقت خونه دار میشتم سری قاق درگور. هم مرده قریب 10 لیتر شد میخرید پیون میشه در سری چنباره که رولی ایسو پسرم نو یک کمش رو گرفتی سودم. سردارم با اوشیرتون هر روز اروای کلتکلس هم ببینی نوشیده مسجده اخی اگان دیو پیوا نبینی با این بالا وردانان بعد در بالا بمانی. ای بی عقلی نکن پسرم، برای تو رو آوردنم پشیمانم مکن. دیدم میگویم با چشمان خودم دیدم. سردارم اگر خواهید من رو به عقل و نافهم گوید، یعنی کلاس رو تنها خانم زورا دید و شما هم دیدید. خانم زورا حسابی دوستداریش، شما باشید حسابی با اون نفرت داشتنتان. بس شما از من خفه نشوید سردارم، شما آدمی خیالی شده اید. زهرا پسرم به زهرا خودش رو نشان داده است. زهرا در کجا بدن او را میداند. خیز سردارم بس از یک لحظه ما رو گوش کنید. خیز خدا جان چرا من خانم زهرا گفتم؟ کاش دهانم بسته میشد. سردارم با کجا میروی؟ با کجا میرویم؟ قصر ملکه میرویم. با زهرا گم میزنیم پسرم. زهرا در کجا بدن او را میداند. سردارم میبخشید و عقلتون رو خورده اید. این دفعه بابا اکرم در سر قرش انیق شما رو با سیلو میپروند که اون نال. اگر پروندن گیرد چیکاری کنید؟ خیلی سردارم یک دقیقه نو اشتماعات بس یگان 5 گرم بنوشیم. یگان شامپانس که بگی بیار بس منم بنوشم ترس من دیلم گم شو. میرویم. گپ زن حسابی رو بیارم. حساب رو یگان سم ندارم. برادر در یگان جا بینویسش بعد بیاریم ایتی. کاش که همش روز میبود زیا، کاش که دیدم حقیقت میداشت، کاش که تو. پدر جان حال زهرا چخیل است؟ کمتر خوب شد؟ خوب او، اما آن ساخته کار را فراموش میکرد باز خوب میشد. هر مرده رفت، مردهش حالا هم به ما تاثیر میکند. شکر خدا که مرده رفت پدر جان. اگر زنده میبود خدا میدونست که با زهرا چی میشد. پسرم به تو یک چیز گویم، زنده میبود چی میشد میدانی؟ او را با دستان خودم میکشتم، بوغیش میکردم، من همین خزیر میکردم. تمام پدر جان، آروم شد پدر جان. تمام. ای آشنا جان گوش کن، دختر را گرفته به تماشا میبریم، فهمیدی مرا؟ باز ویران نشوی. با خدا اگر ویران شوی تو را برده به قبرستان ماشین ها میپرتاید. اما تو نبودی. اگر تو میبودی در پهلویم میشدی، مرا نمیپرتافتی. ای آدم با این ماشین به حولی در آمدن نمیشود. من این آشنا را در یگان جا مانم. من در همین جا میمانم. به یگان جا نروی آشنا، در همین جا مرا تا آمدنم انتظار شو. هیچگاه از یادم و از دلم نمیبرارم مردک جان. اما تو اکنون در اینجا نیستی، در جای دیگری. روحت رو عذاب نمیدهم عزیزم. الوداع جانم. اگر دختر را به خود جلب کنیم این قصر را هم صاحب میشویم. چی ها گفته ایستادم؟ جلب کردن و پلب کردن هیچ به تو نمیزبد. تنها یک زیارت گوشوارا میدیم، بعد یک به بیرون میبریم، خوراک پوراک دعوت میکنیم، همین خطرش بس. تمام. کنی پیشترا. سردارم از برای خدا این طرح کنید. اگر با اون خونه روید بابی اکرم شما رو میکشن. التماس من شما رو از دست دادن نمیخوام سردارم. از یاد برآوردید. آخه جوره شخیدت میشه خشم رو. چی میگویی؟ من برای وحشت مردن را به گردن گرفتم.
عجبا من به هیجان آمدم. نه برادر، چه خیل هیجان؟ مگر در حیاتت بار اول با دختر خوراکخوری می روی؟ اما در یاد ندارم. چی در هیجانی؟ کنی خودت را آرام کن. عجبا یکم بار با واخوری آمدم. سردارم به حال خودتون رحم نمیکنید، لطفا با من رحم کنید، این خیلی نکنید. ای پسرم، لوینت زهرا تمام حقیقت را میدونسته است و همش را از من پنهان کرده است. معقول، تمام فهمیدم، اما اول ما توی میکردیم، یک شب زندگی میکردیم. اقلا سردارم، یعنی من اول مردک میشدم وگرنه بابا اکرم حاجی هر جا ما رو میپرد. سلین، الوداع جان جیگرم، عشقم. از ترس یگان خیل فایده‌ای نیست. اقلا یک بولمانش میبوسیدم. بی عقل هستی پسرم؟ آخر زنم میفورم، بچه ما مردک نیستی؟ پیش درا کنی. بچه ها زنگ در است، درا کشاید، درا کشاید. من میکشویم بابا. سلام. دومونا؟ یا خدایا، شما در اینجا چیکار میکنید؟ چی گپ از خانم میلیست؟ ای وای سوختیم، با دست افتادیم دومونا. چی گپ از زیبان کار شد؟